مهر خدمت همه ماریایی‌های عزیزم. امیدوارم که امروز هم حال دلتون عالی باشه، لبتون خندون باشه و دلتون پر از عشق باشه. خب خیلی سریع بریم نیت کنیم، همسو بشیم با انرژی کارت‌ها و انرژی کائنات و بریم ببینیم که آیا از نظر عشقتون یا کسی که دوستش دارین و توی دلتون هست، آیا شما فرد جذابی هستین؟ آیا شما از اون دست آدم‌های هاتین، جذابین، زیبا هستین؟ بریم ببینیم که چطوری است. خب نیت کنید، 3 بار اسم عشقتون رو بیارید، بریم ببینیم که کارت ها چی بهمون میگن. خب بریم ببینیم که نیتمون چی میگه بهمون. خب ببینیم که کارت ها چی دارن بهمون میگن. خب کارت اول وضعیت حالا فعلی شما یا موقعیت فعلی شما رو داره میگه. خب این کارت نمایانگر انرژی زنانه قوی هستش، جذابیت طبیعی و توانایی پرورش دادن. این کارت داره میگه که شما در حال حاضر توی یک موقعیتی هستی که جذابیت ذاتی شما توی اوج خودشه. از نظر درونی آرامش و اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی داری که این ویژگی ها به وضوح توی رفتار و توی ظاهرتون کاملا داره دیده میشه. اگرچه ممکنه حالا گاهی به خودتون شک کنید، اما انرژی جذابیتتون به وضوح دیگران و البته عشقتون رو داره تحت تاثیر قرار میده. این کارت داره تاکید میکنه که خودت رو همون طوری که هستی قبول کن و به زیبایی های درونی خودت ایمان داشته باش. اما کارت دوم ما نظر شخص مقابل نسبت به تو رو داره میگه. خب این کارت داره دیدگاهش رو میگه که از نظر اون شما فردی جذاب، فردی کاریزماتیک و پر از انرژی مثبت هستی. اون نه تنها به زیبایی ظاهری شما خیلی توجه میکنه، بلکه به اعتماد به نفس و اون استقلال شما خیلی خیلی زیاد علاقه‌منده. اون عاشق این شخصیت شماست. شخص مقابل عشقت تو رو نه تنها زیبا میدونه، بلکه باید بهت بگم که تو رو فوق‌العاده قوی و البته خیلی هات میدونه. داره تاکید میکنه که اعتماد به نفست یکی از مهمترین دلایل جذابیت تو توی ارتباطته، توی رابطت با عشقت هست. اما بریم سراغ کارت سوم و احساسات و اون عواطف پنهان. خب این کارت داره احساسات درونی و عمیق عشقت رو میگه، نشون دهنده تغییرات و فرصت‌های جدید و تازه است. شاید احساس کنه که شما تاثیر بزرگی توی زندگیش دارید و دیدگاهش
نسبت به تو به مرور زمان داره قوی‌تر و قوی‌تر و مثبت‌تر میشه. ممکنه در حال کشف احساسات عمیق‌تر خودش نسبت به تو باشه. این کارت داره بهت میگه که یک تحول بزرگ، یک تحول مثبت توی رابطه یا احساس اون نسبت به شما در حال رخ دادن. اما بریم سراغ کارت چالش ها. خب این کارت داره چالش ها و خب یه سری موانع رو داره طبق نیتمون نشون میده. اینجا به طور کلی این کارت نماد خوشبختی خانوادگی و آرامش، اما توی این موقعیت ممکنه نشون بده که حالا چالش های مرتبط با سطح انتظارات یا اون ایدئال های خانواده یا محیط اطراف شما داره. شاید عشقت با شما تحت تاثیر یه سری فشارها باشه. جفتتون، دوتایتون تحت تاثیر یه سری فشارها ممکنه قرار گرفته باشین که بیاد روی جذابیت شما و رابطتون یه کوچولو تاثیر بذاره. پس بهتره که از اون ایدئال های غیر واقعی یه کوچولو فاصله بگیری و رابطت رو با عشقت حالا بر اساس اون احساس واقعیت و اون احساسات صادقانه پایه‌گذاری کن. اما کارت آخرمون چی داره نشون میده؟ داره بهت راهنمایی میکنه، داره نتیجه رو بهت میگه. نشون دهنده سرعت، پیشرفت و ارتباطات روشن توی آینده است. باید بهت بگم که این فال واقعا عالیه، یعنی یک نیت فال یک نیت مثبته. تو از نظر اون نه تنها جذاب و زیبایی، بلکه تمایل داره این احساسات رو با خودت هم به اشتراک بذاره، میخواد به خودت هم بگه و رابطه با تو رو به یک سطح خیلی بالاتر و جدی‌تری ببره. اگه احساس میکنی که لازمه چیزی بهش بگی یا حرکتی انجام بدی، دقیقاً زمان مناسبیه. داره بهت میگه که اقدام سریع و مستقیم، ارتباط مستقیم داشته باشی. به طور کلی باید بهت بگم که تو از نظر عشقت یک فرد جذاب و زیبا و تاثیرگذار هستی. اون تو رو به عنوان یک فردی که اعتماد به نفس خیلی زیادی داره، مستقله و پر از انرژی مثبت میشناسه. هر نوع تردید یا حالا مانع کوچیک یا چالشی که وجود داره با اون ارتباط صادقانه و عشق‌الانت و اون باور به خودت برطرف میشه. انرژی این کارت ها داره میگه که رابطه تو میتونه به سرعت خیلی زیادی به سمت بهبود و پیشرفت بره. به انرژی طبیعی و درونی خودت اعتماد کن و اجازه بده که این انرژی رابطه تو با عشقت رو به یک سطح خیلی خیلی بالاتری برسونه. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشی.